تا حالا به این موضوع دقت کردین که چرا ساعت‌ها در تبلیغات همیشه روی 10 و 10 دقیقه تنظیم میشن؟ شاید فکر کنید اتفاقیه، اما پشتش 5 دلیل جذاب هست. اولین دلیل این که وقتی عقربه‌ها روی 10 و 10 دقیقه قرار میگیرن یک تقارن زیبا ایجاد میشه که چشم مخاطب رو جذب میکنه. این حالت شبیه باز کردن دست‌ها در یک ژست خوشاینده. دلیل دوم این که این وضعیت شبیه یک لبخنده که به مخاطب احساس مثبت میده. در تبلیغات هر چیزی که حس خوشایند ایجاد کنه موثرتره. دلیل سوم این که لوگوی برند همیشه وسط یا بالای صفحه قرار داره و عقربه‌ها وقتی در حالت 10 و 10 دقیقه قرار میگیرن هیچ وقت روی لوگو سایه نمیندازن. چهارمین دلیل این که در این حالت هیچ عددی، مخصوصا عدد 12، 3، 6، 9 زیر عقربه‌ها پنهان نمیشه. این باعث میشه ساعت خواناتر به نظر برسه. و در نهایت دلیل پنجم این که این تنظیم باعث میشه حس تعادل و آرامش در ذهن مخاطب ایجاد بشه که دقیقاً هدف هر تبلیغیه. حالا شما بگید به نظر